سلام دوستان عزیز، بعد تنفسی بیش از 3 ماه نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را منظورتان میکنیم و این هم نشر 260 است. درآمدی گپ رفزانه زمستانه ترانسفری هم گشوده شد، ولی موضوع امروزه ما تنها گزارش های ترانسفری فوتبال وطنی می باشد. موضوع که اطراف گزارش های ترانسفری فوتبال وطنی باشد، پس سخنهای نخست از زورترین ها را آغاز میکنیم. دسته زور خانگی در فوتبال وطنی این هم استقلال است. این موسم در 6 بازی مرحله گروهی لیگ چمپیون های 2 با 6 مغلوبیت از میدان بیرون شد. ولی نوابسته از چنین نتیجه سرمربی این تیم ایگور چرفچنکو در دسته باقی میماند. این مربی تاجیکستانی با یک گفته دسته را از بازیگران تصادفی تازه نموده همه را از نو شروع میکند. چطور میدانیم علاقه مرجعیت ایتالیایی ایلیسکی مکدونی، موریلو سوزی برزیلی و چند دیگران صف شیران مجروح دوشنبگی را ترک نمودند. ولی سر از موسم نوین برآمد استقلال در سبقت‌های آسیایی چگونه خواهد بود ما سر از موسم نوین خواهیم فهمید. سابق سرمربی دسته استقلال نیکولا لازارویچ باشد دسته قزلقم ازبکستان را تمرین می‌دهد. در مسیر یک موسم کاری شرطنامه‌ای لازارویچ با ستاد کاری جدید به کار پرداخته است و یاردمچیانی که در استقلال داشته بود با خود نگرفت. بر زمین رفتن چند از خارجیان صف استقلال را همچنین یکی از بهترین های منتخب تاجیکستان ترک کرد. گپ سر احسان پنجشنبه می رود که مراتبه دوم به چمپیونات ازبکستان رفت. برآمد او مراتبه اول در صف نوبهار نمنگان آغاز گردیده بود و با یگان نشانداد خاصه جنبست شد، ولی ممکن در صف سوخدیانه این بازیگری با مهارت ما دیگر باره ننگ و نام بالا کند. گپی دیگر علاوگی وابسته به نفران ناماشنا استقلال البته که سر امادانی کمالوف می رود. نفری که یک زمان در چمپیونات‌های پایانی اسپانیا بازی میکرد و قریب که از آسمان ستاره آورد، این نوبت تحت توجه تیم‌های چون قزلقم، الاتحاد امارات متحده عرب و پرسپولیس ایران را به خود جلب کرده است. ولی به نظر چنین می‌نماید که احتمالاً دسته قزلقم با سرداری نیکولا لازارویچ این بازیگر استقلال را به صف خویش جلب می‌نماید. دسته مدام دعواگر برای قهرمانی در تاجیکستان باشد علاقه مراتبه میلیونم سرمربی خارجی آورد. هرچند که نظرزاده هم در روشن خارجی است و مدام موقتا سرمربی، ولی در کلوب آرینا او علاقه تاجیکی به نظر می رسد. پولسکی سرمربی نوی دسته روشن کلوب سابق مربی تیم کودکان ریال مادرید دیمیتری چریشیو است. پدر سابق بازیگر ریال مادرید دنیس چریشیو هم بعد ناکامی‌ها در نوفگراد و سانتا کلاما و جواب داده شدن از چینیک دید که رد کردن پیشنهاد روشن از منطق دور است. در دسته‌ای که علاقه در 100 سال یک غلبه تاریخی در لیگ چمپیون‌ها دارد، چریشیو روس با گریتسنکو اوکراینی کار میکند. درآمدی گپ خودی نظرزاده حالا در مورد تقدیر آینده کاری خویش چیزهای دقیق نگفته است. یک تغییرات دیگری جدید و قابل دقت در صف روشن کلوب این آمدن زویر بابویف به وظیفه دیرکتوری تکنیکی دسته می باشد. بابویف که در گذشته 2 مرتبه به حیث سرمربی سالهای 98 99 و 2002-2003 در دسته روشن کلوب فعالیت نموده بود، با گرفتن مدال های برنجی هم شرفیاب شده است. به گفتن سخنهای دیگری مربی بابویف میتوان گفت چون کارشناس در برنامه تلویزیونی 90 دقیقه از سال 2013 تا سال 2022 در دسته‌های ولایت کراسنودار فدراسیون روسیه از جمله دسته کوبان فعالیت مربیگری خود را دوام داده است. از صف خوجند باشد بهترین بازیگر خارجی موسم سپری شده لیگ عالی دیان تومباس به پرسیبای اندونزیا رفت. باید قید نمود که تومباس بعدی در نیمه موسم به صف خوجند پیوستن با پیراهن عقابان ساحلی دریای سیر 14 گل زد و 3 پاس گلی ارسال همدستگان نمود و در سال 2024 بهترین بازیکن خارجی در لیگ عالی اعتراف گردید. با وجود یکی از بهترین ها اعلان شدنش، این بازیگر سربی به چمپیونات دارای پولی بهتر خواهد رفت. درآمدی گپ سرمربی منتخب فوتبال ازبکستان باشد چند پیش پاتریک کلیویور تعیین شده بود.
بازیگری ما با نام دلر شریفوف صف متالورگی بکوباد را ترک نمود. بعد از 3 گل و 2 ارسال گلی در 24 بازی سوپرلیگ ازبکستان این دستبروری پختکار ناحیه جبار رسولوف اکنون برآمدی خویش را در سنگری دیگر ادامه می‌دهد. الکی معلوم است که دلر شریفوف بازیگر تیم شورتنی همسایه کشور گردیده با دسته شهری گذری ولایت قشقدریا امسال در سوپرلیگ ازبکستان شرکت می‌کند قراردادی 1 ساله امضا نموده است. یک موضوع دیگری قابل مربوط به نفران وطنی در فوتبال ازبکستان آن است که از نفتچی ویتالی لفچنکو بازیگران تاجیک یکی از پس دیگر میروند و احتمالاً خود لفچنکو هم این دسته وادی فرغانه را یک طرف گذارد. الکی بازیگر منتخب تاجیکستان زویر جورابویف از نفتچی به سوغدیانه جیزخ پیوست و در این تیم رسما معرفی هم کرده شد. امیدواریم که زویر و احسان و مثال بازیگران دیگرمان از چمپیونات ازبکستان بعد 6 ماه برنمیگردند. نفر دیگری تاجیک که صف نفتچی را ترک نمود منوچهر سفرov میباشد. به قول رسانه ها احتمالا این بازیگر منتخب تاجیکستان به بنیادکار میپیوندد. همزمان منوچهر از دسته‌های سابقش لوکوموتیو تاشکند و استقلال دوشنبه نیز پیشنهاد همکاری در دست دارد. یک تغییرات دیگر احتمالی وابسته به تیم‌های سوپرلیگ ازبکستان این گزارش احتمالی حمله‌ور استقلال شیروانی محبتشویف به نوبهار نمنگان است. این دسته ازبکستان با شیروانی در حال گفت و شنید قرار دارد. از تیم‌های وطنی باشد در روزانه زمستانه ترانسفری تا حال یکی از فعالترین ها حاصلات است. و تیم دسته ناحیه فرخار فریدون شریفوف پیوست. حاصلات فرخار همزمان در صحیفه رسمی خویش اویدی از دسته جواب دادن متخصص وطنی اهلدین توردیف اعلان کرد. در برابر این مربی همچنین دستیارانش علی جان توردینظروف و قناعت لطیفوف نیز دسته را ترک کردند. طبق بعضی معلومات ها از احتمال دور نیست که سابق سرمربی دسته امین صبحانی که حالا مدیر فنی تیم است مسئولیت سرمربیگی حاصلات را دیگر باره بر دوش گیرد. زیرا صبحانی و نظرزاده که عمران صاحب وظیفه مدیر فنی تیم ها در فوتبال تاجیکستانند روز نیروزه برای دسته ها چون سرمربی در کار می شوند. اگر خودشان آنقدر در کار هم نباشند ولی اجازتنامه پراکی دارند برای این البته سخت در کار می شوند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.